آلبرت انیشتین در 14 مارس سال 1879 میلادی در شهر اولم آلمان متولد شد. پدرش هرمان تاجر بود و مادرش او پالین عاشق موسیقی بود و این علاقه را به انیشتین و خواهرش به ارث گذاشت. وقتی انیشتین به دنیا آمد، مادرش به خاطر بزرگی سر او بسیار نگران بود. او با کودکان دیگر متفاوت بود. زمانی که باید صحبت می‌کرد حرف نمی‌زد. آلبرت انیشتین تا 2 تا 3 سالگی حرف نمی‌زد. والدین انیشتین هیچ نگرانی نداشتند، زیرا انیشتین والدین انیشتین دلیلی برای نگرانی نداشتند. فرزند آنها آلبرت بسیار باهوش بود. او همچنین بسیار کنجکاو بود. انیشتین مدرسه را در سن 6 سالگی شروع کرد. او به اکتشافات خیلی علاقمند بود. خانواده انیشتین در شهر مونیخ بودند. در مدارس مونیخ معلمان به دانش آموزان فشار می‌آوردند چگونه و به چه چیزی فکر کنند و به همین خاطر او مدرسه را دوست نداشت. هنگامی که انیشتین 15 ساله بود، خانواده او برای زندگی به شهر میلان ایتالیا رفتند، ولی او برای اتمام تحصیلات در مونیخ ماند. والدین انیشتین بسیار نگران بودند، زیرا انیشتین ترک تحصیل کرده بود و فقط به درس‌هایی که علاقه داشت مطالعه می‌کرد. انیشتین برای ادامه تحصیل به زوریخ سوئیس رفت. در آنجا اما او در امتحان ورودی دانشگاه قبول نشد و دانشگاه از او درخواست کرد که به مدت 1 سال در دبیرستان نزدیک دانشگاه درس بخونه و بعد در دانشگاه ثبت نام کنه. انیشتین 1 سال بعد دبیرستان را تمام کرد و در امتحان ورودی دانشگاه قبول شد. او می‌خواست در دانشگاه آخرین تئوری‌های علمی را مطالعه کند. 3 سال بعد آلبرت انیشتین که مشغول کار در اداره ثبت اختراعات و اکتشافات بود، انیشتین در 4 روزنامه درباره تفکرات خودش مطلب می‌نوشت. او مقالات خودش را در مجله سالنامه فیزیک منتشر می‌کرد. نظریه‌های انیشتین مبنای علوم را برای همیشه تغییر داد. در همان سال انیشتین مدرک دکترای خود را در دانشگاه زوریخ سوئیس دریافت کرد. در اولین مقاله خود در سال 1905 میلادی در مورد نور نوشت: بیشتر مردم اون زمان تصور می‌کردند نور موجی از انرژی است، اما انیشتین اعتقاد داشت که نور در واقع جریان بسیار ریزی از ذرات است. در دومین مقاله خود انیشتین در مورد چیزی که دانشمندان به اون مشکوک بودند ارائه داد که اتم‌ها و مولکول‌ها واقعیت دارند. انیشتین در سومین مقاله خود در همون سال افکار مردم جهان را درباره زمان و مکان عوض کرد. مردم فکر می‌کردند که همیشه زمان برای همه افراد به صورت یکسان با سرعت است. انیشتین گفت این موضوع درست نیست. مهم نیست فرد با چه سرعتی حرکت می‌کند. سرعت نور یکسان است. اما چیزهای دیگر با سرعت تغییر می‌کند که این بستگی داره یک نفر با چه سرعتی تماشا می‌کند. در 4مین مقاله خود انیشتین در سال 1905 میلادی در مورد ماده و انرژی نوشت. انیشتین گفت که ماده و انرژی 2 شکل یک چیزاند. در سال 1915 میلادی شاهکار خود را نوشت و آن را تئوری رابطه عمومی نامید. در اوایل سال 1922 میلادی انیشتین کار روی ایده‌های جدید را شروع کرد. او فکر کرد که یک ایده فقط میتونه چگونگی عملکرد جهان را توضیح دهد. انیشتین فکر کرد اگر یک نظریه در ست را پیدا کند، ممکن حتی ساختار ماده را توضیح دهد و او تا آخر عمرش روی این مسئله کار کرد. انیشتین در 18 آوریل 1955 میلادی در شهر پرینستون نیوجرسی درگذشت او در آخرین روزهای عمر خود روی تئوری همه چیز کار میکرد، ولی هیچ وقت به جواب نرسید.